اصلا تا حالا به عجایب مصر باستان و این تمدن اسرارآمیز و پیشرفته فکر کردی؟ خب باید بهتون بگم که فراتر از اون چه همه ما از اهرام و فرعون‌های زورگو میدونیم، گنجینه‌ای از رسوم و عقاید عجیب در مصر هم وجود داره که قطعاً شما رو حیرت زده میکنه. از حیوانایی که مومیایی میشدن تا علاقه خاص مصری‌ها به صنعت ساخت و ساز و پزشکی و نمیدونم دیگه خوشگلاسیون و دستور تهیه ماسکای صورت و خلاصه خیلی چیزا. پس تو این سفر شگفت انگیز همراه تیم سینشین اینفینیتی باشین تا با هم بریم ببینیم این مردمان عجیب واقعاً چه کارایی ازشون برمی اومده. بیا بریم. مومیایی کردن حیوانات. جالبه بدونین که مصریان باستان تنها به مومیایی کردن انسانها بسنده نمی کردن، بلکه هر موجودی که یک بار دیده بودن و هم می گرفتن و مومیایی می کردن، که البته این مسئله به قول خودشون تنها و تنها به دلیل عشق بالای اونا به این حیوانها بوده. گربه ها، سگ ها، حتی تمساح ها از مهمترین حیوان هایی بودن که مومیایی می شدن. آخه تمساح برادر من، خب حالا واسه چی این کار رو می کردن؟ مصری ها اعتقاد داشتن که وجود حیوانات در جهان پس از مرگ به همراه شخص متوفا الزامیه، پس باید مومیایی بشن تا بتونن همراه اونا وارد جهان بعدی بشن. اما این تنها دلیل اونا نبود، بلکه اعتقاد داشتن حیوانات در اصل نماینده خدایان روی زمینن، پس احترامشون واجبه. مثلا گربه ها به خاطر ظرافت و مهارت های شکارشون اغلب با الهه باستت، اگر درست بگم، مرتبط می شدن، یا تمساح‌ها با سوبک، اگر بازم درست بگم، خدای نیل پیوند داشتن. حتی بابون‌ها و پرنده هم در مقبره فراعنه دفن می شدن، چون اعتقاد بر این بود که اونها واسطه‌ای بین انسان‌ها و خدایانن. مصریان حتی مراسم تدفین پیچیده‌ای برای این موجودات برگزار می‌کردند که نشون میداد احترام قلبی اونا به حیوانات چقدر عمیقه. این جنبه از فرهنگ مصریان هم که بسیار زیباست، در اصل نشون دهنده یک نظام اعتقادی پیچیده و همدلی بی‌نظیر اونها با تمام موجودات زنده روی کره زمینه. بازی‌های تخته‌ای در جهان پس از مرگ. اگر فکر میکنید مصریان باستان بلد نبودن چطوری تفریح کنن، سخت در اشتباهید، چون اونا از طرفدارای پر و پا قرص بازی‌های تخته‌ای به حساب می اومدن و بازی سنات که یه بورد گیم سنتی از محبوب ترین این بازی‌ها بوده. اما در حقیقت چه چیزی این بازی رو در این حد محبوب می‌کرده؟ خب جالبه بدونید که این بازی نمادی از سفر به جهان پس از مرگ و تفریح و باورهای مذهبی رو در هم آمیخته. یعنی بازیکنان با حرکت مهره هاشون تمرین می‌کردن که چطوری در جهان پس از مرگ از موانع عبور کنن. پس سنات تنها یک بازی نبوده، بلکه نزدیکترین شبیه سازی به سفر روح پس از مرگ به حساب می اومده. این عمل نشون میداده که مصریان جهان پس از مرگ رو ادامه ای از زندگی زمینی می دونستن، جایی که لذت ها و چالش ها ادامه پیدا می کردن و به همین دلایل اونا این بازی مهم رو به همراه اجسادشون دفن می‌کردن تا اون دنیا هم به یاد داشته باشن که چطوری از موانع عبور کنن و سرگرم بشن و این بعد عرفانی پس از مرگ هم در اونها ادامه داشته باشه. فلسفه کلاهگیس و آرایش. در مصر باستان آرایش ظاهر تنها به جهت زیبایی فرد انجام نمی شده، بلکه استفاده از زیورآلات نمادی از جایگاه اجتماعی بوده، مثل الان تقریبا. به عنوان مثال کلاهگیس ها که از موی طبیعی انسان یا الیاف گیاهی ساخته می شدن در میون نخبگان و ثروتمندان بسیار رایج بودند. همچنین سر رو از آفتاب سوزان و مستقیم مصر هم محافظت می کرده. آرایش هم علاوه بر زیبایی عملی ضروری بوده، چرا که چشمهای سرمه کشیده برای دفع ارواح شرور و کاهش درخشش خورشید لازم بوده. حالا فهمیدین چرا تو مصر زن و مرد و پیر و جوان و
بچه همه آرایش میکردن. یکی دیگه از نکات برگریزون راجع به آرایش مصری ها اینه که اونا باور داشتن سایه چشم سبز ساخته شده از مالاکیت باعث محافظت بیشتر خدایان میشه و اونا رو جلب میکنه. پس مشخصه که این جامعه مدگرا روتین های زیبایی رو ترکیبی از کاربرد عملی، معنویت و جایگاه اجتماعی میدیده که نشون دهنده یک فرهنگ عمیق در هم تنیده شده با یک ظاهر آراسته بیرونی و معناهای اجتماعی و فرهنگیه. تحقیقات در ارتباط با بیماری‌های پزشکی، انشالله اگه زنده بمونن البته. همونطور که میدونید مصر باستان در اصل به گهواره نوآوری‌های پزشکی معروف بوده، به خاطر اینکه درک مصری‌ها از بدن انسان و بیماری‌ها در اون زمان بسیار پیشرفت کرده بوده. به عنوان مثال تومارهای پاپیروس مثل پاپیروس ابرز، تکنیک‌های جراحی و درمان‌های شگفتی برای انواع بیماری‌ها با استفاده بیش از 700 ماده دارویی رو شرح میده. پزشکان مصری همچنین در درمان شکستگی‌ها مهارت خاصی داشتند و این مهارت از دانش اونا از آناتومی بدن انسان‌ها که از طریق مومیایی کردن به دست آورده بودن سرچشمه گرفته بوده. با این حال تمام این درمان‌های عجیب علمی نبودن و طلسم‌های زیادی در کنار معجون‌های دارویی برای درمان بیماری‌ها استفاده می‌شده. به عنوان مثال از عسل برای خواص ضد عفونی کننده و از خون مارمولک به عنوان ماده اصلی در ترکیبات دارویی استفاده می‌کردن. این دیگه چه دیوونگی بوده. پس ترکیب این دانش تجربی و عرفان میتونه تصویر واضحی از یک جامعه علمی و عرفانی به ما نشون بده که حقیقتاً شیفته مطالعه بر روی بدن انسان‌ها بودن. البته اگه مومیایی کردن بهشون فرصت میداده. گربه‌های مقدس. اگه به داستان عجیب پرستش گاوها توسط هندی‌ها علاقه دارین، این بخش رو به شما توصیه میکنم، به خاطر اینکه توی مصر باستان هم گربه‌ها رو بسیار مورد تکریم قرار میدادن. تکریم یعنی احترام، نویسندمون خیلی قلم سلم بنوشته و جایگاهی بسیار فراتر از حیوانات خانگی برای اونها قائل بودن. مصریان این موجودات ملوس رو با الهه باستت، اگر درست بگم، که نمادی از خانه، باروری و زایمان بود، مرتبط میدونستن و اعتقاد داشتن اونها موجوداتی مقدس هستن. یعنی کشتن یک گربه حتی به طور تصادفی جرمی بزرگ با مجازات مرگ محسوب می شده. گربه ها اغلب در تصاویر خانوادگی مصریان به تصویر کشیده می شدن که نشون میداد اونها نقش اساسی در خانه و انرژی محیط اونا دارن. حتی در هنگام مومیایی کردن گربه ها اونا با جواهرات زینتی تزیین می شدن و در تابوت های کوچیک قرار می گرفتن.